به نام خدا، من کوروش خورشیدی هستم، مدرس خط زبان و امروز میخوام با شما خط خوب زبان رو به شما یاد بدم. ما در خط زبان در خوشخط نویسی 2 مورد هست که بعد اونو خیلی تمرین کنیم، چون داخل خیلی از حروفا اون 2 مورد زیاد به کار برده شده. یکیش براتون میکشم، این است. یکی دیگه بکشم، یه نقطه میذارید اینجوری میایین بالا. مورد بعدی یه نقطه میذارین اینجا، اینو میکشین پایین. خب میتونید جور دیگه هم این رو انجام بدید. اینو حالا بالاتر بذارید یه خورده بهتره، چون برای حروفای کپیتال و بزرگ استفاده میشه. اینو اینجوری میاریم بالا، از پایین میتونیم یه خورده قوسش بدیم، میتونیم یا این قوسش بدیم که حالا این سلیقه‌ای بعضیا اینو استفاده میکنن، بعضیا هم این. من خودم بیشتر این یا اینو استفاده میکنم ولی خب شما میتونید الان ویدیو رو پاز کنید و برید خودتون اینا رو تمرین کنید، بعد بیاین تا من ادامه داستان رو به شما توضیح بدم. خب ما میخوایم بریم سراغ حروف کپیتال A. خب کپیتال A همین خط هست، فقط ما اینو میذاریم، خورده بد شد، اینو که میذاریم میاریمش بالا. خب یه خورده حالا من کجتر اینجوری بکشیم، بزرگتر، بعد از اینجا اینجوری اینجا نمیاریمش، چی میکنیم؟ اینجا اینجوری یه دونه دایره میکشیم و اینجوری ازش مثل یه گره رد میکنیم. توجه داشته باشین که دایره‌تون نسبتاً بزرگ باشه و از این خط یه کوچولو رد بشه و یه خورده جا بندازه براش بین این 2 تا خطه. و وقتی که میخواد اینجا از این خط رد بشه، این دنبالش، اینجا حواستون باشه که نقطه پایانتون به نقطه شروعتون متصل باشه. خب یه تمرین دیگه حل میکنیم. یه نقطه میذاریم اینجا، خط میکشیم مثل این، بعدش میاریمش پایین. دقت داشته باشین که شبیه پرانتز اون خط دوم، این 1 که میشه این 2 شبیه یه پرانتزه. خب بعد اینو 3 اینو اینجوری میاریم اینجا. حالا این بد شد یه خورده، اینجوری میکنیم اینجوری و تقریبا اوکیه. این حالا یه خورده چیزش بزرگتر شد، اینم کوچیکتر شد. خب پس شد مرحله اول ما باید یه دونه خط اینجوری بکشیم، بعد یه دونه مثل پرانتز، بعد اینجوری یه دونه میریم. خب این بود از آموزش حرف A کپیتال. ما در جلسه بعدی حروف B رو کار میکنیم، بعد که جلسه بعدتر C. ولی وقتی که C رو تدریس دادیم
به دی که رسیدیم دیگه دوتا میریم بالاتر که زودتر یاد بگیریم. بعد از کپتال ها ما به شما اسمال ها رو یعنی حرف های کوچیک رو یاد میدیم و بعد از آنها هم میریم سراغ کلمه نویسی و جمله نویسی. با تشکر که شما همراه ما بودین. فعلا خداحافظ.